19/9/1402 19 آذر ماه سال 1402. مدرک فوق لیسانسمو، اصل مدرکمو امروز گرفتم. سال 1397 بود من ورود کردم به دانشگاه برای رشته مشاور خانواده، ارشد مشاور خانواده. سال 1400 دفاع کردم و الانم که 402 مدرکم رو گرفتم دیگه. میگن دوره فوق لیسانس 2 سال طول میکشه، برای من اصلا 5 سال طول کشید. خیلی درگیر پایان نامه بودم و حالا تا مدرک موقت و حصل و اینا آماده شه طول کشید دیگه. مبارکم باشه. دانشگاه بای بای. عشق بهتون.